سلام مونتریال، ما دوباره اومدیم با یه رستوران جذاب سوریه و لبنانی به اسم لیمو یا لمون نزدیک مترو هری بورسا. بریم ببینیم که چطوره. منویی که برامون آوردن پر از آیتمای جذاب و رنگارنگ بود. ما به کمک خودشون چند تا غذا رو امتحان کردیم که امروز بچشیم. ولی نکته‌ای که از همه مهمتر بود چای خوش‌طعم و خوش‌رنگ ایرانی بود که برامون در بعد به ورود سرو کردن و ما رو به وجد آوردن. میزی که امروز برای ما چیدن پر از آیتمای رنگارنگ و جذاب بود، مثل کبه با hummus، زیتون و اپتایزرهای مختلف، رول پنیر که میزدی توی دیپ عسل که بی‌نظیر بود، یه غذایی به اسم بلیله که ترکیب نخود بود و سیترون همون لیمو و ترکیبات دیگه، hummus و نون پیتای سوخاری و یه غذایی به اسم شکشوکا مثل املت خودمون. حالا اینجا رو نگاه کن، بی‌نظیره. من که واقعا پیشنهاد میکنم اینجا رو بچشید، مناسب صبحونه، برانچ و ناهاره. نمره من به اینجا از 10 امیدوارم که بیایید و کلی لذت ببرید.